الله نامور اگر تشریف هسته در خدمت شو بریم. تشویق بکنی به افتخار. چه خوشبختیم که از شهر شما و خوبی و خشی انگشت نماه. اگر که پنجه خورشید ایران اما تک آسموش چون قرص ماه. شعر از خانم سیلوانا سلمانپور. شبیه‌ای که هر سال ایام نوروز آقای میرزینال گرفت به عنوان نواله، تک کل منطقه لارستان بی‌نظیر. امیدوارم که شما قدر شبیه رو بدونید. آقای میرزینال مایان 4-5 ماه زحمت کشید تا همچی مراسمی فرح بخشی همه فراهم بکنه. اهمیتی که این شبیه باشه است، اهمیت دادن به گویش محلی ما، به زبان محلی ما. زبان خودمو باید قدرش بدانیم. مثل عتیقه، مثل سنگیه گرانبهای یک روز زیر زمین درانده، اما ریشه زبانمو به عهد هخامنشی و اوستا عرصه. زبان اما خیلی گرانقدر کل منطقه لارستان منست. وقتی که یک زبانی حفظ شده و حفظ شده، از طریق چه؟ از طریق همه شعره، از طریق به کار گرفتن شدی که ادبیات و نماد ادبیات لارستانی شعر. تا وقتی که یک شاعری احساس کنه، چشا احساس درونش به زبان مادریش بگه و نه چه به زبان مثلا فارسی بگه یا به زبان دیگر. البته خب زبان فارسی اهمیت جهانیش و جای خوش خیلی خیلی هم مهمه. زبان ملی ما، اما تواضع ما هست در مقابل زبان اصلی ما، زبان رسمی ما. ولی خب زبان مادری مو زبان لارستانی هم. من بگم تا وقتی یک شاعری احساس کرد که شرشابه احساس و درونش به این زبان بگه، یعنی زبان زنده. امیدوارم که کاریایی که آقای میرزینال لکوتکا به عنوان نواله مورد پسند همه قرار بگیره. من که محمد که دبی هم شاهدیم، میرزینال هر چی درست بکد، تک واتساپ و تک ویچت و تک نمیدونم SMS و همه جا همه به هم دیگه رد و بدل کنه. از عوضی و گراشی و لاری و بستکی و هرنگی و کوخردی و گاوبندی و همه جا مال میرزینال شعریاش رد و بدل. آقای میرزینال البته اما با هم همکاری هم کرده. قبلا تک عصر عوض یک صفحه چاپ بود به اسم کات شری و نشریه صفحه که چاپ بود در واقع اولین نشریه تمام به حساب گویشی یاد، یعنی همه چیزش به گویش لارستانی یاد. پیام تبلیغ شد، جدول شد، تبلیغات شد، همه چیزش به زبان محلی خود. زبان عوضی، گویش عوضی از زبان لارستانی یکی از گویش های زبان لارستانیه که در کل منطقه لارستان رواجش شد. گویش اما یک خصوصیتی که هستیه که اما اسه شعر گوته خیلی مشا کلمات رو به هم بچسبه. بعد از که کاری که آقای میرزینالش کرده، مندر خیلی از جوانی ها روشو کرده و شعر محلی گوته. کار خوبی کرده جوانی ها که شعر محلی اگه. شعر محلی گوته یعنی این که حرف دل تو به آسونته تشو بگه، راحته تشو بگه. خواننده ای که آقای یاری، آقای اربابی، نمیدونم و آقای میلاد پیشداد، آقای کمالی و دیگران یادت شعر محلی رو اخوانید، کار خیلی خوبی اکنید. احساس خود مردم اگاید، از خوم اگاید، از حرفه دل مو اگاید. امیدوارم که کاریه با مستمر بید. چیزی نهاد بگم، فقط من بگم که میرزینال کارش مهمه. تشریف بکنی برای آقای میرزینال. تشکر از همه. آقای میرزینال گفتاد که رقص هیلی نازه چیه؟ این رقص هیلی نازی یک اسم ایدیم موشه. البته تازگی ما زیاد چنفتم که اگه هیلی نازه قبلا یلدم یللا شد.
یک رقص محلی عوضی که زینه اشراف عوض شو رقصیده. این رقصا خیلی سنگینه، خیلی به آرومی و به حساب متانت اجرا به یک تقریبا زینیا با رخت گشاد اوستد یک نیم دایره درست شده، دایره درست شنا که نیم دایره و سردستش و یکی اوسته شگوت یلدم یللا میللا بقیه دنبالش یک کشتی شده خد زینیا و همین دو اچیلت و چرخ شده خد. از رقص به اسم هلنازه هم معروف. امیدوارم که اگر که سوال کرد زینیا حتما سوال شد یا وقتی اجرا بکنید انشالله. متشکرم. ممنونم از جناب نامور.